آبان کار نممونا بگم چی کار کرده کار آبان نه خوب شده مطمئنی؟ آله من میگم روز میتونی بریم بعد کلاسم کنه بابا نه مادری میاد. سلام، من دختر عمه محمد رضا هستم و قراره برای شما ولاگ‌هایی تهیه کنم که شما بیشتر با یه بچه‌ای که مشکل حرکتی داره آشنا بشین و بدونین هم خودش هم خانواده‌اش در روز با چه چالش‌هایی مواجه هستن. مرسی که ما را همراهی می‌کنید. من از مدرسه اومدم با ما یه روز همراه با هم بریم کار درمانی. محمد رضا قائنی امروز قائن به ترکه خودت برو. اول باید پای راست تو بذاری رضا. پای راست تو بذار. پای راست تو بذار جلو. ببینم پای راست تو میذاری. آفرین. لطفاً اگه تا اینجای ولاگ خوشتون اومده ما رو لایک کنین. ممنون. باریکلا. پای چپ کوچولو 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 کوچولو. پای راست بیشتر. بکش. باریکلا. خب بچه‌ها، اینجا هم بالاخره کار درمانی محمد رضا تموم شد و بعد از یه روز سخت ما داریم برمیگردیم خونه. اینجا هم محمد رضا به خاطر اینکه ما براش آب هویج نخریدیم کلی ناراحته و داره غر میزنه، ولی خب محمد رضا به خاطر مشکل جسمیش باید مواظب وزنش باشه. بشینم سواره سوالی مثلا میخوای کانال یوتیوب به هر دو تامون لوی یوتیوب منه سبیس خوابی خیلی خنده داری بهتون بگم قطعه در حال به این کل چالی چافی نه با رضا بخواه مامانی بخواه دارم ویدیو دارم میگه اما قفو بابام کار داره سرجش برسیده بچه‌ها اگه صدای اطراف ویدیو زیاده و شما رو اذیت میکنه من از شما معذرت میخوام، ولی من چون دوست داشتم یه روز عادی محمد رضا بدون ادیتو به شما نشون بدم مجبور بودم از تیکه تیکه روز محمد رضا ویدیو تهیه کنم و برای شما به نمایش بذارم. خوشم میدونم زمان حاجی زمان چطورشی خوشم نگاه کنیم خدا نگه خدا پدر بچه‌ها اگه از ولاگ محمد رضا خوشتون اومده و دوست دارین ولاگای بیشتری از محمد رضا ببینین لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره.